سرخط مهمترین خبرها: درخواست دادستانی درباره عامل‌های افراط‌گرایی به ما خبر دهید. باز یک ورزشکار تاجیک در المپیاد صاحب مدال شد. و وعده 800,000 روبل برای رفتن به جنگ ضد اوکراین. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان به خیر و شادی باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 5 آگوست سال 2024 است. دادستانی کلی تاجیکستان با ارسال پیامک به تلفن‌های ساکنان از مردم کشور خواسته است اگر درباره عامل‌های افراط‌گرایی معلومات دارند به این نهاد خبر دهند. در پیامک آمده است هنگام روبرو شدن با عامل‌های افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم خواهش کرده می‌شود به رقم 552 یا با پست الکترونی این نهاد مراجعت کنید. اما در پیامک دادستانی درباره عامل‌های افراط‌گرایی خشونت‌آمیز دقیق چیزی نآمده است و مثالی هم آورده نشده است. کارمند یکی از شرکت‌های موبیلی 5 آگوست به رادیوی آزادی تصدیق کرد که این پیامک را خود دادستانی فرستاده است. مقامات تاجیکستان سال‌هاست از خطر افراط‌گرایی و تروریسم در کشور نگرانی کرده، ده‌ها نفر را با این اتهامات بازداشت و زندانی کردند. اما برخی سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که با بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی منتقدان را سرکوب می‌کنند. مشتن 25 ساله تاجیک دولت بولتایف در بازی‌های تابستانه المپیک در شهر پاریس فرانسه در مسابقات باکس مدال برنج به دست آورد. او روز 4 آگوست در دوره نیم نهایی از مشتن ازبکستان لذیذبک مولاجانوف شکست خورد و از حق شرکت در دوره نهایی محروم گشت. بولتایف در رقابت اولینش با گیورگی کوشیتاشویلی از گرجستان با حساب 3-2 پیروز شده. در دوره چهارم نهایی جک مارلی 21 ساله را از ایرلندیا با حساب 4-1 شکست داد و به نیم فینال برآمد. اما مشتن تاجیک در دوره نیمه نهایی از ورزشکار ازبکستان شکست خورد و همین طور صاحب مدال برنج شد. این اولین مدال دولت بولتایف در بازی‌های المپیک است. در المپیاد پاریس ورزشکاران تاجیک تا امروز صاحب 3 مدال برنج شدند. به جز دولت بولتایف، 2 جودوکار تاجیک سامان محمدبکوف و تیمور رحیموف برنده مدال‌های برنج گردیدند. جبهه مقاومت ملی، یک گروه ضد طالبان در افغانستان، ادعا کرد که رئیس شعبه امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در ولایت فراه کشته است. در خبرنامه جبهه گفته می شود که حمله به ماشین مولوی آیت الله روز 3 آگوست صورت گرفت. همراه او مسئول اطلاع رسانی شعبه نیز کشته شده است. منابع مستقل تا حال این خبر را تایید نکردند. گروه طالبان اکثرا در مورد چنین ادعاها اظهار نظر نمی کند. جبهه مقاومت ملی میگوید نیروهاش در منطقه‌های گوناگون افغانستان برای از بین بردن بساط ظلم و جنایت طالبان عملیات هدفمندانه را طرح‌ریزی و اجرا می‌کنند. این جبهه با رهبری احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان سال 2021 تأسیس یافته پس از آنکه گروه طالبان تابستان همان سال افغانستان را تصرف کرد. در روسیه با فرستادن SMS یا پیامک‌های دست جمعی مردم را برای رفتن به جنگ در اوکراین دعوت کردند. این پیامک‌ها به واسطه همه شرکت‌های مخابراتی و از رقم 117 رسیده یک مضمون دارند که با وزارت مدافع قرارداد بند و در حال 800,000 روبل روسی دریافت کن. ارسال پیامک‌ها از 1 آگوست سر شده است ولی رسانه‌ها درباره این نقشه وزارت دفاع روسیه هنوز در ماه ایون خبر داده بودند. روسیه سعی دارد با این راه، یعنی بدون اعلام بسیج یا سفربری که میتواند باعث به اعتراض شود، سربازان را برای رفتن به میدان جنگ مائل کند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در ماه دکمبر سال 2023 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که اعلان نوی سفربری نخواهد شد، زیرا در جبهه علیه 5 میلیون نفر هستند. بنا به حساب‌های بخش روسی BBC و مدیازان، از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین دست کم 61,000 نظامی روس کشته شدند. آمار واقعی میتواند از این هم زیادتر باشد. ارتش اوکراین در یک نمایش بار اول تصدیق کرد که از غرب جنگنده‌های F-16 دریافت کرده است. در مراسم قبول این جنگنده‌های آمریکایی به هیئت نیروهای هوایی اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی اشتراک داشت. قبلا رسانه‌های غربی از انتقال جنگنده‌های پیشرفته F-16 به اوکراین خبر داده بودند، اما کیف این معلومات را تصدیق نکرده بود. زلنسکی دریافت هواپیماهای F-16 را مرحله نو در رشد آویاسیون حربی این کشور گفت. از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین، کیف بارها از کشورهای غربی خواسته بود برایش جنگنده‌های پیشرفته F-16 بدهند. سال 2023 آمریکا و چند کشور دیگری غربی برای انتقال این هواپیماها به اوکراین رازیگی دادند. در حال حاضر به کیف 79 هواپیمای F-16 وعده شده است. طبق معلومات‌های گوناگون کیف تا این وقت علیه 6 تا 10 هواپیما دسترس کرده است.
امسال بسیاری از خوانندگان مکتب در ناحیه دنقره نتوانستند به تعطیل تابستانه روند. در دیگر گوشه های تاجیکستان هم وضعیت چندان فرق نمی کند. همکارم محمود جان رحمتزاده در همین موضوع گزارش می دهد. خوانندگان مکتب میانه در دنقره امسال نتوانستند به لاگرهای استراحتی بروند. این تنها به 5 آنها میسر گشت. در حکومت دنقره گفتند تعطیل بچه‌ها اساساً در لاگرهای نزد مکتبی گذشته است. در فصل تابستان نیز لاگرها در نزد مؤسسه‌های تعلیمی تشکیل کرده شده است و همچنین در 7 نفر و لاگر ناحیه بغزا برپا کرده شد و 5 نفر دیگر و لاگر اکتبر شهر نورا. هر سال تعطیل تابستانه کودکان از ماه ایول تا اوگوست دوام میکند. تنها 2 لاگر بازمانده از دوران شوروی در منطقه فعال شده اند. اکثر کل کودکان امکان استراحت را ندارند. همین است در هر نشست خبری بحث استراحت کودکان در ناحیه ها صدا می‌دهد. پاسخ معاون رئیس ناحیه دنقره این بود که ناحیه مشکلات اجتماعی ندارد. در حدود جمهوری تاجیکستان و خصوصا در ناحیه دنقره مسائل سوهای اجتماعی خرید که از بین رفته است. اما خبرنگاران گفتند که استراحت نکردن خوانندگان به مشکلات اجتماعی وارد می شود. ناحیه دنقره در منطقه یکی از ناحیه‌های کلانترین به حساب رفته 87 مکتب میانه دارد. ساکنان این ناحیه در جنوب تاجیکستان از زمان شوروی بیشتر به کشاورزی مشغولند. اما در زمان استقلال ساختمان‌ها در اوج بوده، چند بار هم به مرکز ولایت تبدیل یافتن آن نیز صدا داده بود. پرزیدنت هر بار به زادگاهش آید چندین انشاءات نو را باز می‌کند. در حکومت دنقره هم گفتند که حالا ساختمان 3 مکتب دیگر جریان دارد. اما خبرنگاران بارها از کی بنیاد شدن استراحتگاه‌ها هم سوال کرده اند. لیکن هیچ یکی از مسئولین ناحیه پاسخی دقیق ندادند که در دنقره لاگرهای استراحتی بنیاد می شود یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنقره. بخش یک روز تاریخ را تقدیم شما میکنیم که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 5 اوگوست را فرا میگیرد. 5 августи соли 2012 бо талошҳои кумитаи забон аз ҷараёни тағйири номи хиёбонҳо, маҳаллаҳо ва гузару кӯчаҳои шаҳри Душанбе хабар дод, ки ҳадафаш мувофиқати онҳо ба арзишҳои миллӣ ва таърихи кишвар будааст. ин яке аз дигар иқдомҳои мақомоти тоҷик барои дур шудан аз мероси фарҳангиву сиёсии даврони шӯравӣ арзёбӣ шуд. 5 августи соли 2019 дар Душанбе дар намунаи 18 зиндонии собиқ саргузаштҳои талху ноком ва баробар бо ин талош барои дастёбӣ ба зиндагии беҳтар ба ривоти тасвир дар маъраз гузошта шуд. дар Тоҷикистон аксар зиндониҳои собиқ баъди озод шудан равиши зиндагиро ба мушкилӣ пайдо ва ҳомиёни ҳуқуқ ба дастгирии ин қишри ҷомеа таъкид мекунанд. 5 августи соли 1947 нависандаи маъруф Абдулҳамид Самадов таваллуд шудааст. муаллифи қиссаҳои баъд аз сари падар, парончакҳо, аспи бобом ва дигарҳо дар бораи нақшу рисолати инсони замонавӣ баҳс кардааст. солиёни зиёд дар мақомҳои сардабири маҷаллаи Садои Шарқ ва муовини раиси иттиҳоди нависандагон ҳам ифои вазифа мекард. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 123 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1055 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.